سلام دوستان، اومدم خدمتون با بررسی معاملات هفته‌ای که گذشت و بررسی نقاط ضعف‌ها و قوت‌ها و اینکه بعد سعی کنیم به مرور این نقاط ضعف رو برطرف کنیم و نقاط قوت رو بهبودش ببخشیم، یعنی روش بیشتر کار کنیم. من هر هفته این کار رو انجام میدم، به شما هم توصیه میکنم که همین کار رو انجام بدین. باعث میشه ضعفاتون رو برطرف بکنید. خیلی مفید هست. این قسمت دوم میشه تقریبا که اومدم اینو یعنی معاملات هفته پیش رو اینجوری واسهتون بررسی میکنم. بریم با هم دیگه ببینیمش. خب روی نزدک شروع میکنیم از روز دوشنبه. اینجا من تشخیصم بای بوده که بای زدم، اینجا ریسک فریش خورد. تو معامله بعدی دوباره تشخیصم بای بوده که درست بوده، بای رفت تا بعد از ساعت 5 که سشن آمریکا شروع شد، رفت تا تیپیش. یعنی مشکلی نداشت اینجا، خدا رو شکر. روز بعدش اینجا من یه سل گرفته بودم رو نزدک. بعد ارزم به حضورتون استاپ احتمالا گذاشته بودم اینجا که استاپ خورد، بعدش ریخت. یعنی مشکل من تشخیص روند نبود، مشکل من جای استاپ بود. یعنی اینم بعد برطرف کنم. یعنی استاپت میذاشتم این پشت. بعد ساعت 5 معامله بعدی اینجا سلش وارد شدم و اینجا با تیپی خارج شدم. بریم روز بعدی. دیگه اینجا یه دونه سل زدم تا اینجا که تیپی خورده، خدا رو شکر. مال بعدی اینجا بای زدم، استاپ خورد. همون روز بود، اینجا ساعت 5 بوده بعد خبر. من گفتم خب اینجا تغییر روند احتمالا اتفاق میفته. استاپو زد و بعد از اون رفت بای، یه ادامه پیدا کرد. بعد ارزم به حضورتون اینجا یه سل گرفتم، گفتم احتمال داره دوباره بریزه که استاپ خورد. یالا این از استاپش. معامله بعدی پنجشنبه، فکر کنم معامله پنجشنبه است. آره پنجشنبه بای گرفتم، اینجا تیپی شد. یعنی با اون مومنتومی که پنجشنبه رخ داد بعد ساعت 5 اینجا در جهت روند وارد بای شدم و اینجا تیپی خورد. اون از روز جمعه خیلی روز بدی بود واقعا. جمعه ساعت 6 نمیدونم چی شد یهو این کندله، من اینجا بای گرفته بودم در جهت روند، پیش بینی بود که بره بالا، اومد استاپو زد و بعد از اون رفت بالا. یعنی پنجشنبه تا پنجشنبه همه چی خوب بود، دوشنبه تا پنجشنبه سوده بودم، تقریبا 3% مثبت کرده بودم. جمعه 4% منفی. یعنی کل هفته پیش با تقریبا 1% منفی بسته شد. یعنی این هفته 1% ضرر شد، ولی خب اکانت در مجموع 2% تو سوده. یعنی تو 2 هفته 2% تو سوده. یعنی اگه این 4% نمی بود خیلی بیشتر، 5% اینا میشد حدودا، 5-6% میشد سودش. این از معاملات نزدک. بریم معاملات طلا رو با هم دیگه بررسی کنیم. طلا نم چند بس. طلا آره اینجا طلا اولین معامله هفته سود شد، ولی خب خیلی زود بستم اومدم بیرون، بیشتر نگه داشتم معامله رو. معامله بعد اینجا استاپ شد. یعنی دوباره تو تشخیص روند مشکل نداشتم، استاپ هم خیلی کوچیک بود. صحبت میذاشتم اینجا تیپی اینجا. اینو این هفته باید برطرف کنه. یعنی وقتی بررسی میکنی معاملاتو، یعنی نقاط ضعف و قدرت تو پیدا میکنی. بعد ارزم به حضورتون دیگه معامله نداشتم تا اینجا. اینجا گفتم خب روند نزولی دیگه، سلشو زدم استاپ خورد، بعد دوباره در جهت روند وارد بایش شدم، با سود اومدم بیرون. یعنی همین ضررا هم کاور کرد. یعنی کلا همه چی خوب بود. یعنی من از دوشنبه تا پنجشنبه 3% سود گرفته بودم، غیر روز جمعه که یه تنه نمیدونم چی شد، اصلا جمعه اصلا بازار جون نداشت. حالا معاملات طلا رو نشونتون میدم دیگه. عرضم به حضورتون اینجا هم تشخیصم بای بود، گفتم اینجوری داره میره بالا، بای گرفتم. بعد استاپ شد. سلش رو توی نزدک که نشونتون دادم وارد شدم و سود شد. یعنی اینو من تا اومدم بگیرم توی 2 دقیقه از اینجا تا اینجا ریخت. قشنگ یادم تو 2 دقیقه این از اینجا تا اینجا اومد پایین. حالا اگه وقت شد کندل 1 دقیقه‌ش هم نشونتون میدم. 2 دقیقه نزدیک $20 اینا ریخت. دیگه نشد وارد شم. دیگه گفتم بیخیر، رفتم نزدک و وارد شدم دیگه. ارزم به حضورتون اینجا هم میتونستم وارد شم، نمیدونم چرا نشد. فکر کنم دیر وارد شدم، دیر دیدم. آره اینجا بود دیگه، گفتم ولش کن. ولی اینجا رو وارد شدم. اینجا هم تا نزدیک تیپی رفت برگشت. من گفتم حاجی الان دیگه برمیگرده تو استاپ، حوصله ریسک کردنم نداشتم، بستم. ولی دیدید که همینجوری رفت بالا. یعنی من اینو 500 گذاشته بودم، $50 تیپ استاپ هم بود. بعد ارزم بودتون $100 تیپی میشد. یعنی خورد، یعنی تو 2 ساعت دیگه میخورد اگه باز نگهش میداشتم.
نباید ریسک فریش میکردم. اینجا هم اشتباه بعدی دیگه. ببینم، یعنی 2% بود که میتونستم بگیرم، درستم بود ولی نگرفتم متاسفانه چون ریسک فریش خورد. اینجا روز جمعه است، روز واقعا خیلی عجیب غریبی بود. من اینجا سلشو وارد شدم به درستی، یعنی اینجا اگه استاپمو میذاشتم بالای اینجا همه چی اوکی بود، یعنی 500 اون استاپو میذاشتم اینجا تیپی میخورد. ولی هی رفتم تو فاز ریسک فری کردن، چون گفتم جمعه است من 3% سود کردم، چرا بعد این امروز اصلا ترید کنم؟ دو دل بودم، اصلا دو به شک بودم که اصلا ترید کنم یا نه. بعد یعنی اینجا چیز شد، اینجا هم دوباره سلشو وارد شدم، رفت تو سود، برگشت، من اینجا خارج شدم. بعد گفتم خب این نمیریزه، لابد تغییر روند میخواد رخ بده دیگه. بایشو اینجا وارد شده. این تنها چیزی که خلاف روند زدم این هفته همین بود که اینجا وارد بایش شدم، بقیه چیزاشو درست زدم. یعنی مثلا اینجا یه بایش استاپ خورد، اینجا دوباره زد ببینم، آره اینجا هم یه بای دیگه استاپ خورد. این تنها معامله که اشتباه روند و تشخیص دادم همینجا بود، یعنی گفتم احتمال برگشت روند هست. درسته که بعد صبر می‌کردم بالای این 50% بعد وارد بایش می‌شدم. این اشتباه خودم بود، گردن میگیرم بعد ارزم به حضورتون. ولی اینو دیگه گردن نمیگیرم چون من اینجا سلشو زده بودم، استاپو گذاشته بودم بالای این کندل پرقدرت. دقیقاً اومد استاپو زد، یعنی از اینجا تا اینجا استاپو زد، بعد مثل چی ریخت، یعنی اینجوری تا نزدیک $20 ریخت حدودا. آره $20 ریخت، یعنی من $100 جبران میشه، یعنی 2% سودمو میتونستم بگیرم، یعنی ضرر کل ضررهای امروز رو یعنی میتونستم کاور کنم. مثلا جمعه خیلی عجیب غریب بود این کندل، من خیلی نفهمیدم چرا اینجوری شد. یعنی ساعت 6 یه خبری اومد نمیدونم چی شد، کلا همه چارت ها اینجوری شادویی زده. یعنی ساعت 6 هم تو نزدک اینجوری شده، هم توی طلا اینجوری شده، یه شادوی عجیب غریب زده دیگه. حالا نمیدونم چرا، نه خبر خاصی بود، اصلا دلار خبر نداشت روز جمعه، نمیدونم چرا اینجوری شد دیگه. ارزم به حضورتون دیگه 4% ضررم اون روز پر شد و دیگه نزدم. نه معاملات این هفته است، بذار نشونتون بدم از ششم 6/7 رو نگاه کنید دیگه. بذار ببینم نشون میدیم. آره از اینجا سود بود، سود یعنی تا یه 100 تا اینا این کاور دادین و اینا همه اینو جبران کرد، غیر از روز جمعه که اینجوری بدون روند بودنش نمیدونم دقیقا چی شد، استاپ زد دیگه. کلا از هر طرف بگی استاپ زد، هی هانت کرد و نمیدونم. یه روز بعدی بود. خلاصه جمعه دیگه بعد از این سعی می‌کنم اصلا معامله نزنم، اگه مطمئن بودم بزنم. تو درست بود، روند درست بود، من سلشو همون تشخیص درستم اوکی بود. اینجا اگه استاپو میذاشتم بالا اینجا مشکلی پیش نمیومد، یک به یکشو میداد دیگه. حالا سعی می‌کنم تکرار نشه دیگه. شما هم حتما همین کار رو انجام بدید. بعد هر هفته معاملاتتون رو بررسی کنید، نقاط ضعف و قدرت خودتون رو پیدا بکنید و رونا کار کنید. این باعث میشه که هی بهتر بشید، هر هفته بهتر بشید، نه چیز دیگه ای. بیشتر چیزای روانشناسی و اینجور چیزاست، عمل کردن به پلن. اگه خوشتون اومد حتما منو فالو و سابسکرایب کنید. مرسی.